تقریباً 1 سال می شود که ما برنامه الف بیزنس را آماده کرده ایستاده‌ایم. از نقشه‌کنی شروع کردیم. تجربه جهانی را آموختیم، تصنیفات تکنیکی را نوشتیم. بعداً به دیزاین اینترفیس ها گذاشتیم. اینترفیس باید ساده باشد، فهم‌آور باشد و آن دستورالعمل باید در کار نباشد. بعداً به نوشتن کد شروع کردیم. کد را باید در تکنولوژی‌های آخرین، ارکیتکتور آخرین نویسیم. باید زود کار کند، باید بی خطر و آسان باشد. در سپتامبر سال گذشته الکی به بتا لانچ آماده شدیم و از آن روز این جانب با یک چند مزاجمان بتا تستینگ می‌کردیم. فکرهایشان را می‌گرفتیم و بهتر می‌کردیم. نهایت پورا آماده شدیم. در برابر این برای مشتری‌هایمان یک آفیس الهیده تعمیر کردیم تا که آمده عملیات‌های بانکی خود را با آسانی گذرانیده توانند. خزینه الهیده و تیمی با تجربه مخصوص را سفربر کردیم. و اکنون شما می توانید در دل خانه جای، در وقت چای نوشی، بعد از کار و یا در وقت سفر به صورت حساب‌هایتان دسترسی داشته باشید و عملیات‌های بانکیتان را گذرانید. ما اینترنت بانکینگ را به یک سطح نو برداشتیم.